کمیته امنیت ملی قزاقستان در سامانه رسمیش 23 عکس پول و ماشین‌ها و دیگر مال‌های قیمت‌بها و قصر و کوش‌های در جریان تفتیش پرونده رهبر سابق این کمیته و سروزیر سابق کریم مسیموف مصادره شده را نشر کردند. مسیموف یکی از یاران نزدیک پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف همراه دو معاونش ماه ینور در روزهای اعتراضهای خونین دستگیر شد. آنها را به خیانت به دولت، تیاری به غصب به زوره حکومت و سوء استفاده از منصب عیبدار میکنند. کمیته امنیت ملی قزاقستان خبر داد که در رفت تفتیش پرونده حالتهای فراوان در کروپسیا دست داشتن و روی راست به مبلغ‌های بزرگ پاره گرفتن مسیموف نیز آشکار شد و از او مقدار زیاد اموال غیر منقول و تحفه‌های گرانبها از جمله آثار فرهنگی و میلیون‌ها دلار باعث پاره از شرکت‌های داخلی و خارجی گرفته‌اش یافت و گرفته شد. از جمله مسیموف هنگام رئیس کمیته امنیت ملی بودنش از نمایندگان یک کشور خارجی برای یک قرارداد مخفی 2 میلیون دلار پاره گرفته است. این پولها را که مسیموف پنهان کرده بود الکی به بانک ملی قزاقستان برگردانیدند. همچنین مسیموف هنگام سروزیر بودنش از یک شرکت تجارتی همچون پاره، میمانخانه و قطعه زمین در پایتخت قزاقستان را که ارزشش حدود 12.5 میلیارد تنگه قریب 5 میلیون دلار بوده است همچون پاره گرفته است. ماه ینور سال 2022 بعد بازداشت مسیموف از این میمانخانه‌اش 17 از 2 میلیون دلار پول نقد همچنین تعداد زیاد مال‌های قیمت‌بهای چون ساعت‌های تمغه‌های مشهور، خشت‌های طلایی و دیگر مال‌های انتیکواریت را پیدا و مصادره کردند. همچنین 11 ماشین متعلق به کریم مسیموف را مصادره کرده 2 منزل گرانبهای او در شهر نورسلطان، 2 منزل و یک قصر در شهر المتا، همچنین یک قطعه زمین مساحتش 1 گکتار در ساحل کول در منطقه آسایشگاه شوچنسکو بارافسکای به حبس گرفتند. کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت همچنین از نزدیکان مسیموف باز 5.1 میلیون دلار پول دیگر را یافته گرفتند و حالا کارها برای جستجو، مصادره و به قزاقستان برگرداندن مبلغ‌های باز هم بزرگتری که مسیموف و اطرافیانش از قزاقستان برآورده در بانک‌های خارجی پنهان کردند ادامه دارد. کریم مسیموف 56 سال داشته از یاران قدیمی پرزیدنت یکم قزاقستان نورسلطان نظربایف به شمار می رود. مسیموف 2 دفعه سالهای 2007 2012 و 2014 2016 سروزیر قزاقستان بود و بعد ترک این مقام رئیس کمیته امنیت ملی تعیین شد. بازداشت مسیموف و معاونهایش در پس منظر اعتراضهای گسترده صورت گرفت که در قزاقستان از 2 تا 8 ینور دوام کرد. در جریان این اعتراضها که در برخی شهرها به بی‌ترتیبی و پیچید 200 نفر کشته چند هزار نفر دیگر زخمی شدند.